موافق معلومات ساحه تندرستی شهر ترسونزاده هرچند که گرفتاران بیماری کرونا در این شهر رسما به قید گرفته نشده است ولی پیشگیری این بیماری تحت نظارت جدی قرار دارد. طول چند روز است که در شهر ترسونزاده برای سالمی جامعه و پیشگیری کسری سیرایتی کرونا که امروزها تمام جهان را فرا گرفته است کارهای فهماندهی و دزینفکسیونی در کارخانه و تشکیلات مرکزهای سودا بازار و موضعهای سیرادم گذرانده می شود. در تشکیل و گزاراندن چاله‌بینی‌های تبلیغاتی و تشویقاتی از جانب نمایندگان بازار، کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر ترسونزاده و دکتران سیرت‌شناسی با ساکنان درباره بی‌ضررگردانی و پیشگیری بیماری سیرایتی کرونا که امروزها تمام جهان را به تشویش آورده است، مصلحت‌های مفید داده می‌شود. امروزه کارهای فرماندهی برای پیشگیری نموده کسل و رعایت نمودن طلبات‌های سانیتری کارهای فهماندهی گزارنده می‌شود. از اون جمله با محل‌های آنتیسپتیکی با محل‌های خلور همه وقت حدود بازار دیزینفکسیون کرده می‌شود. در درآمدهای بازار دیزبرهای سانیتری آماده کرده شده است که همه وقت با محل‌های خلور به ضرر گردانده می‌شود و هر روز طریق بلندگویک فهمانده می شود که چخیل این کار را رعایت کردن نکنند. اعضای گروه کاری در جایهای سیرادم از ساکنان دعوت به عمل آوردند که وابسته به شرایط حساس و تشویش آور که قریب در تمام کشورهای جهان آدمان با مشکلات ویروس کووید 19 روبرو گردیدند و هزاران نفر دیگر از این درد رنج میبرند، باید مسئولیت بلند شهروندی نشان داده قاعده‌های گیگین شخصی را حتما رعایت نموده تازگی منزل و محیط زیست را تامین نمایند. در بازار ما هر روز ما پیشگیری کسلی‌های سرایتی کرونا ویروس آن هر روز قطعی صاحبکاران صحبت میشیم کارهای فهماندهی میگذارونیم. با این نگاه نکرده در کارخانه ما 3 نقطه ما بلندگویک ماندگیمون اما با واسطه رادیو هر روزه کارهای فهماندهی تشویقاتی برده ایستادیم. بغیر از این ما هر روزه در این کارخانه در این بازار خودمون کارهای و بی‌ضررگردانی دیزینفکسیون گذراننده ایستادیم. ماشینا تریتوریا همین نقطه‌ای که پرتوگاه هستن اونجا هر روز ما دیزینفکسیون میکنیم. در دوام کارهای فهماندهی اینچنین تاکید کرده شد که با مقصد تامین امنیت عضوخواری هر یک ساکن شهر را میباید زمین‌های نزد حولگی، پرزیدنتی و خواجگی‌های یاری رسان و جماعوی را عاقلانه استفاده برده جهت گرفتن دوسه حاصل محصولات کشاورزی کوشش به خرج داده شود. تاکید گردید که من بعد نیز در حدود شهر معرکه بی‌ضررگردانی پرزور کرده می شود.